سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس 44 را می‌آموزیم که این موضوع بخشیده می‌شود به طرز جمع الگبروی قسم دوم موضوع گذشته. یعنی خیلی که ما در موضوع گذشته گذاشتیم یکی از طرزهای حل سیستم مدل‌های دو نامعلومه این طرز جمع الگبروی میباشد که هنگام جمع کردن دو مدل‌ها ما یکی از تغییرابنده‌ها اصلاح می‌شویم و از مدل یکی از نامعلوم‌ها را یافته به مدل دیگر میگذاریم که این طرز جمع الگبروی نامیده شد. بیاید امروز ما این موضوع را با مثال ها دوام میدهیم. در شرط مثال یکم چنین آمده است: مدل نمود y برابر kx جمع b را ترتیب دهید که گرافیکش از نقطه زیرین میگذرد. یعنی در اینجا مثال یکم قید میکنیم و ما فونکسی مدل نمود y برابر kx جمع b داده شده است که از این مدل یا از این فونکسی هم گفتن ممکن است دو نقطه میگذرد که یکی از این نقطه ها با 4 و 1 و نقطه دیگری آن خو و عدد های موافقان 3 و مینوس 5 برابر است که از این مدل میگذرد. طلب کرده می شود که مدل این گرافیک رو باید ترتیب دهیم. خیلی که از این نقطه معلوم است نقطه همه وقت داروی دو کوردینات می شود x و y موافقان. پس با جای y 1 را میگذاریم k ضرب 4 جمع b و با جای y نقطه b را خو را میگذاریم مینوس 5 برابر k ضرب 3 جمع 5 و در نتیجه سیستم را حاصل کردیم که این سیستم دارای دو تغییرابنده، یعنی یکی از آنها با k و دیگری با عدد 4 برابر است. آن را حل میکنیم، یعنی 4k تبدیل میدهیم جمع b برابر 1، یعنی جاهای آنها را عوض کردیم 3k جمع b برابر مینوس 5 می شود. اکنون ما میتونیم یکی از مدل ها را به یگان عدد ضرب کرده جمع کنیم. از بس که در اینجا b با علامت جمع داده شده است پس ما میتونیم مدل یکم یا دوم را به یکی از عددهای غیر نولی ضرب کنیم. فرض کنیم به عدد مینوس 1 ضرب میکنیم تا اون دمی که هنگام جمع کردن ما از یکی از تغییرابنده ها خلاص شویم. 4k جمع b برابر 1 را به تغییر میگذاریم. مدل دوم را به مینوس 1 ضرب کنیم مینوس 3k مینوس b برابر 5 حاصل می شود. اکنون مدل را جمع میکنیم، یعنی 4k را به مینوس 3k جمع کنیم به k برابر می شود، b با b اصلاح می شود، 1 جمع 5 این به 6 برابر است. خیلی که k به 6 برابر شد k را به مدل یکم یا دوم میگذاریم. فرض کنیم به مدل یکم گذاشته قیمت b رو میابیم، یعنی 4 ضرب 6 جمع b برابر 1. از اینجا 24 جمع b برابر 1 می شود. b رو یابیم، از 1 24 رو ترک میکنیم، در نتیجه b برابر می شود به عدد مینوس 23 که با ما لازم بود ترتیب دهیم y برابر kx جمع b با جای k 6 رو میگذاریم 6x با جای b باشد مینوس 23 رو میگذاریم که جواب این مثال به حساب می رود. مثال دوم را دیده می برایم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: خط راست y برابر kx جمع b از نقطه های زیرین میگذرد. مدل این خط را، یعنی این هم مثل پیشتر اجرا کرده می شود، آن را می نویسیم. خط راست با واسطه y برابر kx جمع b نوشته شده است که از آن دو نقطه میگذرد، یکی از آنها موافقان با 1 و 3 دیگری باشد با 2 و مینوس 1 برابر است. طلب کرده می شود که مدل این خط راست نوشته شود. برای آن که این مدل را نویسیم مثال یکم با جای x 1 را میگذاریم، با جای y 3 را میگذاریم و موافقا با مدل نقطه b را نوشته ایستاده سیستم مدل ها را ترتیب میدهیم. 3 برابر k ضرب 1 جمع b و در مدل دوم باشد مینوس 1 برابر k ضرب 2 جمع b حاصل می شود. از این سیستم برمی آید k جمع b برابر 3 و در مدل دوم باشد 2k جمع b برابر مینوس 1
حاصل می شود. برای حل کردن این معادله خیلی میبینید ما میتوانیم معادله دوم رو نیز به مینوس یک ضرب کنیم برای آنکه طرف راست اعضای معادله به علامت منفی برابر است. یعنی ما میتونیم این رو اجرا کنیم و از تغییر بندی ب خلاص شویم. پس در نتیجه k جمع ب برابر 3 معادله دوم رو به مینوس یک ضرب کنیم این به مینوس 2k مینوس ب برابر 1 حاصل می شود. اکنون معادله حاصل شده سیستم را اعضا با اعضا جمع می کنیم. یعنی k جمع مینوس 2k این به مینوس k برابر است. b با b اختصار می شود. 3 را با 1 جمع کنیم به 4 برابر است. پس k برابر می شود به عدد مینوس 4. مینوس 4 رو می گیریم و به یکی از معادله های سیستم می گذاریم. فرض کنیم به معادله یکم سیستم می گذاریم. پس مینوس 4 جمع ب برابر 3 حاصل می شود. از اینجا ب را یابیم مینوس 4 را به طرف راست می گذرانیم. پس 3 جمع 4 این به عدد 7 برابر می شود. k و b موافقاً یافته شدن آنها را به جای فونکسیون می گذاریم و y برابر k مینوس 4x b باشد به 7 برابر است که این حل این مثال به حساب می رود که این مثال دوم بود. مثال سوم را دیده می براییم. در شرط مثال سوم چی آمده است؟ حل سیستم زیرین بیابید. مثال سوم سیستم به نمود زیرین داده شده است. 1 تقسیم 5 m مینوس 1 تقسیم 6 n برابر 0. معادله دوم باشد موافقاً به 5 m مینوس 4 n برابر 2 داده شده است. طلب کرده می شود که از این سیستم تغییر بنده های m و n را یابیم. خود رسا میکنیم که در سیستم معادله میتواند عدد نامعلوم تغییر بنده نه تنها x و y بلکه داشتنش ممکن است. یعنی مقصد این سیستم در آن است که از اینجا عددهای جفت عددهای m و n را ما باید یابیم. پس آن را در اول می نویسیم 1 تقسیم 5 m مینوس 1 تقسیم 6 n برابر 0. معادله دوم را نیز می نویسیم 5 m مینوس 4 n برابر 2 است. ما باید در اول معادله یکم را ساده کنیم. از بس که در اینجا 5 و 6 داده شده است ما آن را هنگامی به مخرج عمومی آن به 3 ضرب کردن معادله زیرین را حاصل می کنیم. یعنی 3 را به 5 تقسیم کنیم 6 m مینوس 3 را به 6 تقسیم کنیم 5 n برابری 0 را به 3 ضرب کنیم عددی 0 حاصل می شود. معادله دوم را به تغییر می گذاریم. یعنی 5 m مینوس 4 n برابری 2 حاصل می شود. برای آنکه این معادله را حل کنیم سیستم معادله را حل کنیم یکی از تغییر بندی آن را ما باید خارج کنیم. بیایید معادله یکم را به عددی مینوس 5 ضرب می کنیم و معادله دوم را به عددی 6 ضرب کنیم تا آن دمی که از هنگام جمع کردن از یکی از نامعلوم ها یعنی مینوس 3m جمع 25 n برابر 0. معادله دوم را به 6 ضرب کردیم 3m مینوس 24 n برابر 12 حاصل می شود. پس اعضا با اعضا معادله های یکم و دوم را جمع می کنیم. در وقت جمع کردن چه خیلی که شما از اینجا می بینید مینوس 3m پلوس 3m اصلاح می شود یعنی به 0 برابر است. از 25n 24n را ترک کنیم این به 1n برابر است. یا خود n را می نویسیم 0 جمع 12 به عدد 12 برابر است. پس عدد 12 را می گیریم و به یکی از معادله های یکم یا دوم سیستم می گذاریم. بیایید به معادله یکم گذاریم و تغییر بندی m را یابیم. پس 6m مینوس 5 ضرب 12 برابر 0 حاصل می شود. از اینجا 6m برابر 5 را با 12 ضرب کنیم 60 می شود. مینوس 60 را به طرف راست گذرانیم این به عدد 60 برابر است. پس m برابر می شود 60 تقسیم 6 یا اینکه این به عدد 10 برابر است. پس گفتم ممکن است که در جواب جفت عددهای به ما لازم بوده این به عدد 10 و به عدد 12 برابر است که برای باوری حاصل کردن شما می توانید آن را سنجید و در آخر جواب را قید کنید. بیایید مثال چهارم را دیده برایم. در شرط مثال چهارم چی آمده است؟ سیستم معادله ها را حل کنید و سیستم معادله نمود زیرین را دارد که آن موافقاً x تقسیم 3 جمع y تقسیم 4 مینوس 5 برابر 0 و
модули дуюм бошад ба намуди 2x минуси y баробари 10 дода шудааст. Талаб карда мешавад ки аз ин системи модулаҳо тағйирёбандаи x ва y-ро ёбем. Хеле ки ин мисолро дар мисоли се айнан ҳамин мисолро дида баромада будем. Барои он модули якумро дар аввал содда мекунем. یعنی x تقسیم 3 جمع y تقسیم 4 برابری مینوس 5 را به طرف راست میگذارانیم و 5 حاصل می شود. مدل دوم را به تغییر میگذاریم. پس از این مدل، از سیستم مدل به 3 و 4 مخرج عمومی 12 می شود. 12 را به 3 تقسیم کنیم 4، 12 را به 4 تقسیم کنیم 3، 12 را به 1 تقسیم کنیم 12 حاصل می شود. یا اینکه 4x جمع 3y برابری 12 را با 5 ضرب کنیم به عدد 60 برابر می شود. و مدل دوم را به تغییر می گذاریم. 2x مینوس y برابری 10 می شود. مدل دوم را به عدد مینوس 2 ضرب می کنیم تا آن دمی که هنگام جمع کردن دو مدل ها ما از آنها یکی از تغییرابنده ها را خارج کنیم. مدل یکم را به تغییر میگذاریم و مدل دوم را به مینوس 2 ضرب میکنیم. مینوس 4x جمع 2y برابر مینوس 20 حاصل می شود. این مدل ها را اعضا به اعضا جمع میکنیم. 4x مینوس 4x اصلاح می شود. 3y جمع 2y این به 5y برابر است. 60 جمع مینوس 20 این به عدد 40 برابر است. از اینجا y را یابیم. 40 را با 5 تقسیم کنیم به عدد 8 برابر می شود. پس 8 را به جای y می گذاریم و قیمت x را می یابیم. پس 4x جمع 3 ضرب 8 برابر 60 حاصل می شود. یا اینکه 4x جمع 24 برابر 60. از اینجا عدد 24 را به طرف راست می گذارونیم و با 4 تقسیم کرده قیمت عددی x را می یابیم. پس از اینجا حاصل میکنیم 4x برابر 60 مینوس 24 یا اینکه 4x برابر می شود با عددی 36. x را یابیم. 36 را با 4 تقسیم کنیم عددی 9 حاصل می شود. 9 را با یکی از مدل های سیستم میگذاریم. فرض کردیم به مدل دوم میگذاریم و قیمت عددی y را میابیم. پس 2 ضرب x این به 9 برابر است. مینوس y برابر 10. یا اینکه 18 مینوس y این به 10 برابر است. 18 مینوس 10 برابر y را یابیم. از 18 10 را ترک کنیم این به عدد 8 برابر است. پس جفت عددهایی به ما لازم بوده موافقاً x برابر است به عدد 9 و y موافقاً برابر است به عدد 8 که آن را ما یافتیم برابر می شود. خوانندگان عزیز، برای باوری حاصل کردن حل این مدل سیستم مدل ها به شما گذراندن سنجش لازم میاد. آن را مستقلانه باید اجرا کرد و در جواب قید میکنیم حل این سیستم مدل موافقاً به عددهای 9 و 8 برابر است. برای مستحکم کردن موضوع امروزه که طرز حل جمع الگبروی سیستم مدل‌های دو نامعلوم می باشد و شما یک چند مثال و مسئله پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.